خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوه محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من. سلام و درود، السلام علیکم، شما بخیر دوستان عزیز. امروز در یک لحظه های زیبا در دامن کوه دهه آهلیک هستیم. برای تبریک کردن به خانواده زایر بابا آمدیم که امروز نبره خاندان جمال جان جشن زادروز دارد و جشن تولد فرزند را برای صاحبکه، برای اراده بانو، برای تاقا جان های عزیز فاضلکه، انورکه، ارکین جان مبارکباد میگویم و برای آنا جان و بابا جان طالب بابا و شاخ صنمانه. امروز تبریکات را از نام خاله جان عزیزشان خوشنوده بانو و جیانشان عبدالله جان تیار کردیم و لحظه های خرسندی را خواستیم همراه شما به هم بینیم. با ما باشید. رفتیم. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. السلام علیکم زنبانوان، مادران عزیز، پدران گرامی قدر، شاهستان خاندان ها، مهمانان خانواده زایر بابا، همه شما را به جشن زادروزی جمال جان یک سالگی میلاد عمرش خوش آمدتان. قدم هایتان را بالای دیده میخوانیم. البته باعث تشریف ما از آن است که امروز جشن زادروز اولین میلاد خود را جشن گرفته ایستاده است. جمال جان پهلوان خاندان که سال گذشته با دنیا آمدنش همراهی خود بخت و سعادت، خوشی خرسندی را به این کاشانای به این خانواده آورد. حالا باشد ما به صحنه بابا جان عزیز زایر بابا را، طالب بابا، شاخ صنمانه را و البته جمال جان همراهی اراده بانو و ینگ جانشان گل میرایتی را به صحنه تکلیف میکنیم با قرصک های شما عزیزان. مرحبا. مرحبا. آنا جان عزیز نزدیکتر بایستیم. این بلنگه که ما اکنون کار کرد، اکنون فهمید که ما آمدیم. از این طرف شخصا هم خانه نزدیکتر بایستیم. فاضلکه هم همین جامعه فاضلکه بید جیان دست بدانید خودتان بید. ارکین جان مرحمت هماتان را تکلیف میکنیم. ینگملاها کلین پاشه های شاخ صنم خاله مرحمت بیتان نزدیکتر. زایر بابا، طالب بابا زادروزی نبیره مبارک باشد. امروزه جمال جان کلان شود
طالب بابا مانند شمایان یک انسان‌های اصیل و خاکسار، صمیمی، مهنتکش باشد. خدا کند که در سمرقند عظیم نام خودش را با حرفای کلان گذارد. پیش از همه انسان نیک شود، لایق نام انسانی باشد. خدا کند که نبیره کلین بیارد و از دست نبیره کلین در بالای کروت نشسته چای نوشیدن برای بابا جان ها نصیب کند. میگویند در بحر و برم گوهر یکتاست نبیره، در باغ سخن بلبل گویاست نبیره. شخصا همخال زادروز نبیره مبارک باشد. خدا کند که جمال جان یک پهلوان کلان شود و اگه چی بینه کشم در آمده هزار علیک ها خواندن برای آن جان نازنینش نصیب کند. بگذار خواهرک و دادرکانش زیاد شوند و در این کاشانه زیبا فقط توی باشد روزی خورسندی. میگویند نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد، پسر در کوی عشق افتد چه پروای پدر دارد. پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد و امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. خدا کند که امشب جمال جان مانند تاغا جان ها انسانی اصیل باشد. امروز جمال جان را، اهل خانواده شان را، البته صاحب جان و اراده بانو را با جشن زادروزی فرزند از نام خاله جانشان، از نام خشونده بانو، از نام فرزند خشونده بانو، از نام عبدالله جان تبریک میگویم. گفتم که امروز جگری ما، جگربندی ما زادروز دارند. همیشه صحت سلامت گردد، کلان شود و مانند یعنی همین تاغا جان هایش انسانی اصیل، مرد و جسورست باور رسد. زادروزش مبارک باشد. امروز شخصا همخاله برای نبیره چقدر سخن گویم کم است که این تحفه بی‌بهاترین خداوند است، فرزند. در عرفیت میگویند بقای عمر انسان است فرزند، و جسم آدمی جان است فرزند. نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. فرزند دوامچی نسل ماست، فرزند شیرینی حیاتی ماست. همین ها هستند که ما با تشویش هایشان، با خوشی خورسندیشان زندگی خود را به پیش میبریم. خدا کند کلان شود و نامبردار شمایان باشد. حاضر باشد برای جمال جان ما از نام خاله جانشان، از نام خشونده بانو تحفه داریم، خیرسکی کلان برایشان تقدیم میکنیم. یک قرصک میزنیم، زادروزش مبارک باشد. مرحمت. شخصا همخاله از نام جهانتان، شخصا از نام خشونده بانو هزار رحمت گفتند که چنین دوگانه را با من با وای رساندند. خداگشان با شکر من امروز بغیر از کلام کردن دوگانه من باز با تربیه نبیره هایشان مشغول هستند. شب و روز فقط مهنت کرده، خواب نکرده برای همین نبیره ها مهر و محبت میدهند. خداگشان با شکر رساند که ناز میبینیم شما مانند مادر خودم دوست میدارم. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صدر تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز شما را از نام فرزندان، از نام فاضلکه، انورکه، ارکین جان، از نام اراده بانو تبریک میگویم و رحمت میگویم که فرزندان اینها را نیز کلان کرده استادید. بگذار همیشه صحت سلامت باشید. امروز رمزی تشکر را برای شما ایثار میکنن با گلدسته زیبا مرحمت تقدیم میکنیم. همیشه شکوفان باشید و زیبای خاندان گردید. مبارک باشد. البته بزم‌های زیبای ما با شیرینی شیرین‌تر می شود. حاضر طالب بابا یک جای همراهی انمین نبیره شیرین جمال جان، همه ما تارتش را یک کمین شیرینیش را می بریم. خدا کند که کلان و 120 ساله شود و در همان دور و زمان هم بابا جان آنان جان ها در سر سایبان شد و آغوش گردیدند. حاضر باشد شیرینی را می‌خواستیم نزدیکتر بیارن. مرحمت تارت را نزدیکتر بیاره. تارت شیرینی جمال جان را یک جای شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. کنی کارت تیار کارت ها تیار باشد، اگر نزدیکتر بیاره تا مرحمت.
Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря день рождения собираются все друзья. Мнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, здоровья, движения. Порой не всегда везло. Не печалься и не жалей. Будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское в потолок. Сколько будет земля крушить, столько будем жить. Днем рождения, сколько радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. Днем рождения, любви, доброго окружения, шумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения! меҳмонони азиз, ҳар он кӯдаке ки таваллуд шуд ё дар аввалин рӯзи таваллуд шудааст ё дар як ҳафтагӣ ё дар яксолагӣ ақиқа мекунанд, яъне ки ба кокулонаш қайчӣ мезанад. имрӯз бошад дар ана ҳамон вазни кокулонаш бояд хайру эҳсон кунанд. имрӯзи хайру эҳсон рӯи дастархони мову шумост. ҳозир бошад бобоҷонҳо. Эркинҷон, шумо ҷиянро ба даст гиред. мехостем қайчию китобро наздиктар биёред манба. якҷоя бобоҳо ба кокулонаш қайчӣ мезананд, бигзор калон шавад, инсони асил бошад. ва албатта меҳмонон якҷоя бо қарсакҳо падешка мекунем. марҳамат. تو هستی جانی پدر بحری من تو بال و پر بچه جانم خدا دادن کلان شود. زادروزش مبارک. جمال جان مبارک باشد. سر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بحری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی مبارک باشد. بچه جانم مرحمت. داری بابا. هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من وقتی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه مبارک باشد. جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی شخصا نمونه زادریزی نبیره مبارک. کلان شود و همه خیل فرزندی شوخ شده کلان شود که همه 18-19 سالگیش به خاندار کرده که چه ملیخش به شما اینا نصیب کند. مرحمت. تبریک کنیم. السلام علیکم مهمانتون. شما در این درگاهی دماغ دخترون همین نوریکم سوخ سلامت کلون شوه خدمتگاری باباش و آنش و دادای بیش شده گرده بچه به عقل شده یا مکتبای عالی به درآمده روه بلایم 100 ساله شوه 120 ساله شوه بچم خوشنوده دخترم رحمت کلون و این تبریکات. رحمت. سلامت باشند. و ینگا پاشا گلمیرایتی مرحمت. شما هم تبریک بیاید جیان را. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. خوش آمدید خانم با جمال جان 100 بدرویا 100 ساله شوه دادای بیش به دستیار شوه بچه کلون شوه هموتون خوش آمدید. رحمت. سلامت باشند. تبریک میکنید فرزند را. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. هموتون آمدگیتون به رحمت کلام. بچه کن 100 بدرویا الهی بچه که کلون شده مکتبای کلام به درآمده فخری مهان شوه. آمدگیتون به رحمت. خوشنوده جان رحمت تو بعد گونه جان عزیزم. من دیخین چیزا اتش درد نکردم. دیخین چیزا فکر و خیالم بهم نبود. رحمت کلام افقه اعتبار و ایبا. بودگیت بشکر. بی جان در جان بودگیتون بشکر. من رحمت کلام شما بیم.
شخصانم خونه مادران فقط رقص کردن رو دوست می‌دارند. ما باشد آن لحظه‌های خرسندی مادران را ثبت می‌کنیم و نوار می‌گیریم و روی تاریخ می‌گذاریم. خدا کند که امشب جمال جان کلان شود، میلیسیونری کلان شود. از پیشترش آنا جان و بابا جانش فخر کرده گردند و همیشه فقط روزهای خرسندیش با تبریک کردن برای ما نصیب کنند. سرودهای شوخ برای شمایان با راهبری شمایان امشب مادران عزیز را به رقص تکلیف می‌کنیم. زادروز مبارک. مرحبا. چشمش بگیریم آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتم آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتم گشتم ناز بدن گشتم ناز بدن گشتم la 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 la
اینک بیننده های عزیز، امروز ما جمال جان را در جشن یک سالگیش تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه امروز این طفل زیبا و پهلوان خاندان را همراهی شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید و خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.